پس از 2 ماه مناقشه مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مرزی‌ترین دهه‌های شهر اسفره امروز ظاهراً آرام به نظر می‌رسند. ولی ساکنانش میگویند هنوز هم آثار آن رخداد سنگین باقی مانده است. ترس چه نبوده است. ترس خوب بینید کودکا حالی هم میترسه. او روز استون میخ زد اوسیان تق تق گفته نبیری چه ها ترسید. یعنی که حالی هم در دلشان هستن پسیخولوگ اومدن بو بای کردن. حالی هم هست. زمیره شمس‌الدینова ساکن دهه خواجه علا تا زمان مناقشه اخیر مرزی به فروش متاع مشغول بود و در حادثه اکثر مال و کالایش به کام آتش رفت. هرچند مقامات خانه‌اش را بازسازی کردند ولی هنوز هم به کار تجارتیش شروع نکرده است. بار می‌آوریم می‌فروختیم، حاضر هیچ جا برمده پرتافته برمده رفته نمیتونیم یا آور خانه مانده نمیتونیم. چون واکن یگان با نقشی روی میدهند یگان بعدی روی میدهند گفته ما من خیلی همه قدر من بود. اکثر ساکنان دهه‌های مرزی به کار کشاورزی مشغول هستند و یا قسمی از مردان خانواده به مهاجرت مهنتی می‌روند. کشاورزان دهه خواجه علا میگویند هرچند بحث و مناقشه ها به سر آب رخ داده بودند ولی هنوز هم مشکل آب وجود دارد. طرف بالا با آب نیست، نیولوخ شدگی مردم نسوس کرده از جای توشکو بکشیده از پایانده بالا کانال است و گذاشته کردن ممکن نیست نمیمونه. در همین حال یک ماه پیش ساکنان دهه سامانیان با کمک صاحبکاران یک پایگاه آبکشی نصب کردند و امید دارند من بعد با همسایه‌هایشان برای آبگیری بحث و مناقشه هایشان کاهش خواهد یافت. آبی که بعضی وقت مکان میکنه آب خوردن هم نمیشه اینجا. هر طرف پای رفتیم اورالا کتی گیتی میاد ماشینا کتی. نکو بعد گفتیم برآورد نه همچون نقش است. دهه سامانیان و خواجه علای جماعت چارکو 2 ماه پیش مکان اصلی مناقشه مسلحانه بود و حالا ساکنان پی برقرارسازی آخرین خسارات مالی آن رخداد هستند. درگیری‌های مرزی روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از 2 جانب ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. هر دو جانب یکدیگر را در سر زدن مناقشه اخیر عیبدار می‌کنند و این مناقشه مناسبت دو کشور را سرد کرد. با این وجود ساکنان در منزل‌هایی که تخریب گشته و دوباره بازسازی شد به زندگی شروع کردند و امیدوار زندگانی آسوده و آرام هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.